салом таҳаввулоти соати тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷирон мешунавед. панҷшанбе 12 ноябри 2020 сол аст имрӯз ва хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. дар қаламрави Ставрополи Русия як корманди собиқи полис барои сабти номи ғайриқонунии муҳоҷирон муҷрим шинохта шуд. собиқ сардори бахши муҳоҷирати шӯъбаи вазорати корҳои дохилии Русия оид ба ноҳияи Буденовский ба қаллобӣ ва сӯистифода аз мақоми хидмати давлатӣ айбдор мешавад. дар ин бора намояндаи расмии кумитаи тафтишотии минтақаи Ставрополи Русия хабар додааст. طبق اطلاع منبع ماهی می سال 2019 این مقامدار سابق کارهای داخلی با استفاده از مقام خدمت خود وعده داده است که برای کودکان یک چند شهروند خارجی با دوباش موقتی در روسیه را تشکیل میکند. با هر راه واسطه مقامدار سابق بخش مهاجرت شعبه پلیس به باوری جبر دیدگان درآمده از 130,000 روبل گرفته است. هنگام گرفتن پول سردار بخش مهاجرت شعبه پلیس ناحیه بودنوفسکی ستاوروپول از جانب کارمندان خدمات دولتی امنیت منطقه دستگیر کرده شد. موافق معلومات ارائه داشته نماینده رسمی کمیته تفتیشاتی ستاوروپول سردار سابق شعبه مهاجرت پلیس به یک زیردستش غیرقانونی دستور داده است که صاحبان منزل را برای ثبت تخلص شهروندان خارجی جستجو کند. بعد معلوم گردیدن اجرای چنین سفارش‌های غیرقانونی و شریک جنایت نفران اجراچی را نیز از مقامشان سبکدوش کردند. مواد پرونده جنایتی برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است. به مقامداری کارهای داخلی منطقه ستاوروپول برای قلابی و سوء استفاده از مقام خدمتی دولتی تا 6 سال زندان تهدید می‌کند. ادامه خبرها. خروج مهاجران در همه شهرهای روسیه احساس می شود. در سنت پتربورگ اموری به طور نظررس کم گشتن مهاجران را اعلام کردند. در یک کنفرانس در شهر سنت پتربورگ گوید به مسئله های مهاجرت سردار شعبه تطبیق سیاست مهاجرت، قانونیت و همکاری بین اداره ماموریت شهرداری سنت پتربورگ سرگئی دومین مسئله نارسایی کادرها و خروج کارگران خارجی را به میان گذاشت. با گفته این مقامدار حکومت سنت پتربورگ مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اساساً به سنت پتربورگ می آیند، اما امسال به طور نظر است خروج مهاجران از شهر دیده شد که این روند نارسایی قوه کاری را در شهر به بار آورد. با سبب محدودیت‌های کرونا ویروسی گردش مهاجران به طور نظر است در سنت پتربورگ کاهش یافته از جهت شماره آن 88% کم گردید. در مجموع در 9 ماه سال روان 213,000 نفر مهاجران به سنت پتربورگ واریز شدند، گفت سرگئی دومنین و علاوه کرد که این رقم سیاحان را نیز در بر میگیرد. در مجموع در سال 2020 تنها 60,000 خارجی برای کار به سنت پتربورگ رفتند. شماره جنایت‌ها در بین مهاجران نیز 8% کم گردیده است، اما شماره جنایت‌ها علیه شهروندان خارجی باشد 6% زیاد شده است. مسئولین ماموریت شهرداری سنت پتربورگ زمانی از نارسایی قوه کاری صدا بلند می‌کنند که روسیه تاکنون روابط هوایی خود را با تاجیکستان و ازبکستان دو کشور تامین کننده اساسی بازار مهنت باز نکرده است. در این برابر حتی رئیس شهر مسکو نیز در شبکه تلویزیونی در یک صحبت با شبکه‌های تلویزیونی نگرانی کرده بود که با آمدن فصل زمستان و مشکلات در پیش ایستاده بخش خودروگی و منزلی کمونالی مهاجران در مسکو زیاده از 40% کم گردیدند که شهرداری مسکو از چنین رنگ گرفتن بازار مهنت جدی نگران است. شما خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و در روسیه میمونیم. خبرها را مستقیما ادامه میدهیم. هنگام پاندمی برای ساده کردن بودوباش مهاجران در روسیه کدام چاره‌ها اندیشیده شدند؟ در این خصوص سردار سرایوست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه گنرال لیتنانت والنتینا کازاکووا ابراز نظر کرد. با نظر داشت که محدودیت‌های فرامرزی عبور مرز فرمان درباره امتیازها برای شهروندان خارجی صادر شد، گفت سردار سرایوست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه والنتینا کازاکووا ضمن یک کنفرانس آنلاینی در مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی.
намояндаи вазорати корҳои дохилии русия ёдовар шуд ки амали ин санади сабукиҳои муҳоҷирон дар давраи пандемия дар ҳоли ҳозир то 15 декабри соли ҷорӣ бо фармони президент Владимир Путин тамдид гардидааст. дар ин давра ин барои шаҳрвандони хориҷӣ хеле муҳим буд. бисёриҳо барои сафарҳои кӯтоҳмуддат меомаданд, аммо бо маҳдудиятҳо дар давраи коронавирус дар русия дармонданд. аз ин рӯ ҳукумати федератсияи русия ҳамаи инро ба назар гирифта дар самти будобош ва қонунигардонии мақоми муҳоҷирон дар ҳудуди марзиву маъмурии русия дар ин давра сабукиҳоро роҳандозӣ намуданд, гуфтааст Валентина Казакова. طبق قانونگذاری عمل کننده اگر شخص با یک هدف ورود به روسیه وارد شده باشد آن را تغییر داده نمیتواند، اما در حال حاضر با فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین عمل این معیار قانون موقتا بازداشته شده است و در حال حاضر هر یک شهروند خارجی نوابسته از آن که در کارت مهاجرتیش مقصد تشریف چه درج گردیده است میتواند به مقامات کارهای داخلی محل اقامتش مراجعه کند و پتنت به دست آورد و به فعالیت مهنتی در روسیه آغاز کند. ولنتینا کازاکووا افزوده است که مشکلات مربوط به مهاجران نیز موجود است، اما همه این روندها تحت نظارت وزارت کارهای داخلی روسیه قرار دارند که با سفارتخانه‌های آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و دیگر کشورها همکاری می‌کنیم. افزوده است سردار سرویست مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه گنرال لیتنانت پلیتسیا ولنتینا کازاکووا. ادامه خبرها و از روسیه بیرون میرویم. سران قزاقستان و ازبکستان قاسمجومارت توقایف و شوکت میرزیویف به موافقه رسیدند که به مردم قرغیزستان کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه میرسانند. خدمات مطبوعات سرور قزاقستان خبر میدهد که پرزیدنت‌های قزاقستان و ازبکستان قاسمجومارت توقایف و شوکت میرزیویف در یک صحبت تلفنی آمادگی خود را برای رساندن کمک اقتصادی و بشردوستانه به قرغیزستان تصدیق کردند. پرزیدنت‌های قزاقستان و ازبکستان از رشد همکاری‌های دو جانبه در ساحه‌های گوناگونی سابقه قراربندی کردند. با روزنامه لایحه‌های نوی مشترک یک چند نقشه‌ها داخل کرده شدند که در سال‌های نزدیک تطبیق خواهند شد. آمده است در اظهارات در سامانه پرزیدنت قزاقستان هنگام بررسی وضع در آسیای مرکزی سران دولت‌ها درباره تلاش‌های مشترک برای تأمین ثبات و امنیت در منطقه به موافقه رسیدند. پرزیدنت‌ها به موافقه رسیدند که قزاقستان و ازبکستان به مردم قرغیزستان کمک اقتصادی و بشردوستانه می‌رسانند. علاوه بر این قید می‌گردد که قاسمجومارت توقایف و شوکت میرزیویف و نتیجه‌های سمیت سازمان همکاری شانگهای که روز 10 نوامبر تحت ریاست روسیه برگزار شد بهای بلند دادند. یادداشت می‌شویم که دوره ریاست سازمان همکاری شانگهای را در سال 2021 تاجیکستان به عهده دارد. نشر خبری رو ادامه میدیم و در آخر نظر به حوادث‌های گرفتاری به کرونا در روسیه میکنیم. گرفتاری حالت‌های سرایت کرونا در فدراسیون روسیه با سهم افزوده در 85 منطقه 21608 حالت در یک شبانه روز گذشته را تشکیل داده است. در این خصوص ستاد فدرالی فوری روسیه اوید به ضد کرونا امروز پنجشنبه 12 نوامبر خبر داد. در یک شبانه روز 439 بیمار از کرونا در روسیه فوتیدند که این یک آنتی رکورد دیگر است. دیروز چهارشنبه 11 نوامبر 432 نفر بیماران از کووید 19 در روسیه فوتیده بودند. چهارشنبه گذشته شماره گرفتاران کووید 19 در فدراسیون روسیه بیش از 1000 نفر کمتر بودند و به 19851 حالت برابر بودند، اما از 6 نوامبر باز این جانب آن در سطح 21 هزار حالت باقی مانده است. افزایش از همه بلندتر سرایت کرونا در مسکو مشاهده می شود. در یک روز گذشته در پایتخت روسیه شماره حادثه‌های آشکار شده کووید 19 5997 حالت را تشکیل می دهد. دیروز چهارشنبه این رقم 4477 حالت معاین کرده شده بود. 3959 نفر دیگر صحت شدند و تنها 71 بیمار در مسکو از کرونا در یک روز فوتیدند. طبق معلومات ستاد فدرالی فوری ضد ویروسی در فدراسیون روسیه در مجموع در 85 منطقه 1,858,568 حالت سرایت کرونا فقط گرفته شده است. شماره عمومی فوت‌ها در تمام دوره زیاده از 32000 عدد بوده. 1 میلیون نفر بیماران در تمام دوره پاندمی از سرایت کرونا شفا یافتند، از جمله 18811 نفر بیماران تنها در یک شبانه روز گذشته از بیمارخانه‌ها مرخص گردیدند.
شما خبرهای این ساعت های تاجیکستان و جهان رو مستقیما در روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.